دیدی خلیل جان دیدی که من گفته بودم حتی ما رو گوش نکرده از در راندن. صدیقه ما نکن. چی خیل نکنم زمین از آن هاست. میخواهن میکورن، میخواهن میدربن و میخورن، اما گرسنگی نصیبی ماست. رحم کن. تو گریه نکن خلیل جان، گریه نکن. نمیخواهم که اشک چشمانت رو ریزانی، نمیخواهم اشک چشمانت رو ببینم. تقدیرمان همین بوده است. تو سلامت باش و کسی به ما لازم نیست. در این دنیا گناهکارها راحتی جان کنند، اما در دنیای دیگر جزا خواهند دید. خدا میداند همین به من کفایه است خلیل، کفایه. بس است اپای صدیقه، نباید تسلیم شویم. اگر دو کس کم باشیم تمام محله رو جمع کرده میرویم، اما تسلیم نمیشویم. تو هم از این کار دست کش بیاز جان. قوه ما به این آدم ها نمیرسد. دیدی که بغیر از ما رو غمگین کردن دیگر فایده ای نکرد. قربانت شوم، التماس دست کش. جانان، سواش خوب هستی؟ خوبم. ترسیدی که به من یکون چیز می شود؟ من سواش دهن هستم و با یک تیر نمی میرم. نترس، به من یکون چیز نمی شود. فهمو خودت رو مونده نکن، گپ نزن. من رفته به مادرت خبر میدهم که بسیار خواطر شدند. خاله اسرا، سواش به خود آمد. خدایا هزاران بار شکر. انا همین خیل. سواش دهن را کی مغلوب میکرد؟ پسرم. فرهاد، اکنون چی میشود؟ اگر سواش مرا دیده باشد و گل کرد گوید چی میشود؟ نترس. اگر دیده باشد کلیج دهم باری آخر نام تو رو میشنود. پسرم خوب هستی؟ جانم کجای درد میکن؟ خوبم مادر، خوبم. خوب است پسری من، خوب است. با او هیچ چیز نمیشود. شیر بچه. کلیج چیکار میکنی؟ پسرم نو از جراحی برآمده است، سخت نرس. هیچ غم نیست، چیزی نمیشود. پسری کلیج دهن پسری من است. اکنون همش را نقل کن پسرم. این کار را کی کرد؟ سواش پسرم، شخص پرنده را دیدی؟ کی پران؟ عذر میخواهم پدر، من تنها نوگی تپانچه را دیدم. آن شخص در قفای در بود، رویش ناعیان بود. از آنجا چه خیلی نوگی تپانچه را دیدی؟ نمیدانم، ناگهان دیدم. شما را به نشان گرفته بود و من برای حمایه شما به پیشتان برآمدم. آفرین پسرم، تو جانم را خریدی. فرزندی باش که به خونم لایق باشی، فهمیدی؟ ذره شبهه نکنید.
تو برای چی گریه میکنی؟ مگر جنازه داریم؟ نمیبینی که پسرمان از نو تولد شده است؟ جناب باید عاجلا صحبت کنیم. وقتی که به پا خستی کسی که این کار را با تو کرده است پایت را میبوسد. زفر چی شد؟ زود گپ زن. جناب ایزی انگشتی که اصیلها گرفتیم یگان نتیجه نداد. از این برمیآید که شخص پرنده در امنیت قید نشده است. میخواهی بگویی که شخص پسرم را پرنده غیب زده است؟ نخواد من این خیل بگویم جناب. از یک چند کس شبهه دارم، اما شما خواطر نشوید. آن شخص را پیدا میکنم. به من عاید شبهه گپ نزن زفر. کسی که این کار را کرده باشد یافته به نزد من بیار. باری دیگر اینجا دستی خالی نیا. فهمیدی؟ فهمیدم جناب. شما هم رفته آن شخص را پیدا کنید. اگر به زیر زمین در آمده باشد هم پیدا کرده بیارید. اطاعت جناب. تو چرا ایستاده ای؟ جناب من در نزد یگید به شما نگفتم. آرخچی شما را سراغ میکند. کاش که میگفتی که پسرش را پراندند و با شما مشغول شده نمیتواند زفر. جناب موضوع عایدی شخصی پرانده بوده است. به خداوند صد شکر میگویم که تو رو به من بخشید. اگر با تو یگان حادثه میشد. تمام مادر تمام. واهمه نکنید. من خوبم، چیزی نشده است. واهمه نکنم. آن تیر نه تنها به تو زد، به من هم زد. خدا خواهد تو هم یگان روز با برابری فرزنددار شدن میفهمی. کاش شخصی پرنده رو میدانستم. با دستان خودم میکشتم و کسی از چنگالم خلاص کرده نمیتوانست. اما به خدا میسپارم. بگذار پروردگار او را سرشته کند. به خدا میسپارم پسرم. خدا جزای او را دهد. با آسانی خلاص خوردیم. سوش مرا دید گفته ترسیده بودم. از کاری که میترسیدی دست نمیزدی خانم گل. من از جان خودم نمیترسم و اگر سوش مرا میدید کلیچ میمرد و تو بر وقت حبس میشدی. تو باوری کامل داری که آن سلاح رقم ندارد؟ باز با یگان سورپریزی دیگر شاهد نشویم. باوری کامل دارم گفتم کن. وقتی که از انبار گرفتم رقم سلسله‌اش نبود و دقت مرا جلب کرد. از کدام انبار؟ تو عایدی چی گپ میزنی گل؟ از انباری مو. یعنی سلاح رو از انباری رقم 2 گرفتم. آه خدایا، تو چی کار کردی گل؟ چی کار کردی؟ چی شد فرهاد؟ یگان کاری خطا کردم. سلاح‌های آن انبار هنگامی عملیات کرانچه استفاده شده است. سلاح‌های در انبار دویم بوده شخصیت ندارن. میفهمی؟ اینقدر سال میشود که در جتم کار میکنی. چه خیل چون این خطا را میکنی؟ چه خیل اینقدر به اهمیت هستی؟ اگر آن معلومات به دست کلیش دسترس شود میفهمد که یکی از ما این کار را کرده است. خدایا توبه. اکنون چی کار میکنیم؟ رفتیم. باید از همه بر وقتر معلومات بالیستیکی را به دست آوریم. رفتیم. اکا چی گپ است؟ آیا از تو به خانه رو. ما برای اصلاح کردن خطای خانم گل میرویم. اکا اوف. ایاز ایاز ایست. با تو ایست گفتم. چی میگویی جانم؟ چی؟ تا حال با من گپی داشته باشی بگو. گوش میکنم. در همین جایم، در روبرویت. بگو. بله در اینجا هستی. شخصی که چشمانم میبیند و ایازی که هم میدونم و هم میشناسم در نزدم است. اون آدمی که دلم دیده بود کجا شد؟ با او چی کار کردی؟ ها؟ تو چی ها میگویی؟ ها؟ با تو چی شد ایاز؟ که دلت رو اینقدر سیاه کردی؟ حالا تو از کلیش دهن چی فرق داری؟ گپ زن. تو چی ها میگویی جانم؟ چیزی رو نمیفهمم. چی ها میگویی؟
медонам ки савашро ту парондӣ. туро ҳангоми гурехтана дидам. он тире ки ба саваш расид танҳо ба ӯ не, ба ин ҷо, ана ба ин ҷо низ расидааст. савашро накуштӣ, аммо боварие ки ман ба ту доштам куштӣ. ту ҳам ба монанди килишдаҳам ва падарам ба хотири аз даст надодани чизҳои соҳибшудаат чунон бад ҳастӣ ки ҳама корро мекунӣ, ба ҳар бадӣ даст мезанӣ. ҳайфи ту, ман туро нашинохтам. бале, маро ҳеҷ нашинохтаӣ. ҳеҷ. барои ҳамин ҳоло ҳар чӣ ки медонӣ ҳамонро бикун. ба қафоят баргарду рав. оне ки туро аз ҷонаш зиёдтар дӯст медорад тарк кун. наист ҷонон, бирав. агар ту маро дӯст медоштӣ... ҳаргиз ҷонон, ҳаргиз ишқи маро муҳокима накун. чунки ту дар бораи ишқ зарраи ҳам тасаввурот надорӣ. ман агар лозим шавад барои ту ҷонамро медодам. вале ту чӣ кор кардӣ ҷонон? барои ман чӣ кор кардӣ? бигӯ чӣ кор кардӣ? ҳеҷ коре накардӣ. барои ҳамин ҳоло дар рӯбарӯям истода ба ман дарси ишқ магӯ. عاشق شدن چیست؟ من خوب میدانم. من برای تو جانم رو فدا کردم. خودم رو با آتش پرتافتم. سوخته سوخته خاکستر میشوم اما خبر نداری. این چیست؟ این چیست؟ دائما در کوه و دشت ما را برای واخوری دعوت میکنند. کاش که با اسب می آمدیم. نپرسید جناب. شما احتیاط باشید. حالا به نزدش میروم. مرا جیغ زدید؟ بله، از حادثه ها خبر داریم. خدا شفا دهد. چه خیلی که میدونم. برای کسل بینی به نزد بیمار میروم. در چنین حالت نباید جیغ زنم. وقتی که ما جیغ زدیم دستانت بند هم باشد می آیی. فراموش نکن که با امر ایرلی خان 7 قله کوه تو را نظارت می کند. مادامی که از 7 قله کوه مرا نظارت می کند، در توی پسرم را کی پرانده است باید بدانم. متاسفانه کی پرانده است نمیدانیم. وقتی که نوشناس شده بودیم به من گفته بودی که ما نادیده را می بینیم، ناشنیده را می شنویم. 7 قله کوه عملیات اوغور چوکلیک را می دید. چه خیر می شود که نام شخص پرانده را نمی دانید و نمی بینید؟ کلیج دهن، ما کارهای خورد را تعقیب نمی کنیم. کارهای خورد به عهده آدمان خورد است. معلوم است که شخص پرانده با تو در گذشته چه معمایی داشته است. وگرنه شخص پرانده را می شناختیم. دشمن چقدر که خورد باشد تو هم همان قدر خورد هستی. این با تو درس است. ما تو را برای قله آماده میکنیم. برای همین باید کلان شوی و برای کلان شدنت به تو دشمنی کلان لازم است. چه خیر؟ میخواهی با شخصی که پسرت را پرانده شناس شوی. شما کی بودنی آن شخص را نمیدانستید؟ دشمنی خردت را نمیدانم، اما دشمنی کلانت را بسیار خوب میدانم.
یک دقیقه همه مرا گوش کنید التماس. نامم بیاز است. شهروندی این کشور هستم و در اینجا زندگی میکنم. من خود را برای تعلیم نورسان بخشیدم. در اینجا چه گپ است؟ دختری که اون روز آمده بود. یعنی معلمه هستم. به مانند شما کارگری دولت می باشم که برای نفع دولت کار میکنم. در آوان کودکیم پدرم به من داستان پلیس قهرمانی ترک را نقل میکردند. پدرم مردند، مادرم مردند، برادرانم مردند. کسی ندارم. اما ذره نترسیدم برای آنکه شما بودید. پلیس قهرمانی ترک بود. شما مرا حمایت کردید، دستگیری کردید. برای همین در کجایی که پلیس ترک را دیده باشم او را برادرم دانستم. او را پدر و مادر، خویش و تبار دانستم. من خویش و تباری بای و منصبدار ندارم. من یک سرمایه و یک قوت دارم که آن شما هستید. در بین شما یگان پلیس جسور وطن پرور نمانده است. یگان پلیس نیست که به من یاری دهد. پلیس قهرمانی ترک، مگر آوازی مرا میشنوید؟ مشکلات ایجاد نکرده او رو به بیرون براره. اطاعت. او را زود به بیرون براره. به بیرون براره. خانم بس است اکنون التماس. نه، شما اینقدر زود وعده در مراسم ختم داده‌تان را فراموش کرده. به ناموس و شرفم قسم میخورم که قانونهای جمهوری ترکیه را به طرف و صادق مانده حمایت میکنم. مگر این را شما نگفته؟ قسمی خوردنتان را چه خیلی زود فراموش کرده. چه خیلی زود. مرا سر دهید. سردارم، اینجا چه گپ است؟ شخصی نزدیک دخترک زیری بینا مانده است. خیر، با این موضوع باید مشغول میشده. جناب، آخر در یک طرف این موضوع پسری کلیج دهن است. مرا سر دهید. بس است گفتم. برو دیگر به اینجا نیا. سرت رو به ولو گرفتار نکن. ترسانچک ها چی کار همه کرده؟ اگر شما حل نکنید من تنها خودم حل میکنم. دخترم یک لحظه بیا، من و تو کمی صحبت میکنیم. این کیست؟ قاتل پسرت. رویش را کشاید. نابکار، من به تو چی بدی کردم؟ آرام شو کلیچ. با تو یگان رابطه ندارد. حتی تو را نمیشناسد. آرک چی؟ مرا مسخره میکنی؟ این بازی تئاتر است؟ این چه نغمه است؟ مادامی که نپرانده است چرا به نزد من آوردی؟ زخمی شدن پسرت به تو تأثیری بد رسانیده. سرت گرنگ و عقلت تیره شده است که دیر میفهمی. مرا گوش کن. چیزی که نقل کردنی باشه گپ زن، وگرنه طاقتم طاق شد. همه حادثه در توی به عمل آمده را گپ میکنن. ما باشیم یگان علاج میکنیم و تو را از آب خشک میبراریم. حالا باشد در نزد میدیه چنان دشمن را نشان میدی که مردم تو را قهرمان دانند. مثلا شخصی که اعضای گروهی باشد. چه خیر گروه؟ اعضای کدام گروه؟ بازار. او رو دستگیر کردی؟ بله، کلیچ دهن. بیا بیا سوار شو. از شناسایی بسیار ممنون شدم جناب قلیچ. دستت را دراز کن. امرا کارهای بسیار مهم را اجرا میکنید. گپ را کوتاه کنید.
عذر میخواهم فرهاد، عذر میخواهم. تمام گل، جای غمگین شدن نیست. تنها معلوماتی بالیستیکی به دست کلیج دسترس نشود کفایه است. دیگر یگان چیزی رو نمیخواهم. اگر بر وقت معلومات را گرفته باشند چی؟ آن وقت توگمچه رو پخش میکنیم. نیست کردن سر میشود. همه از آنها میترسند. کسی نمیخواهد که یاری دهد. اما من از این دعوایم دست نمیکشم. اگر لازم آید به نزد سروزیر هم میروم. تمامی روزنامه ها را خبردار میکنم و حق اکای خالد را هیچگاه پایمال نمیکنانم. آه دخترم، کاش که همه چیز به مانند فکری کرده‌ات آسان می بود. از بس که بعضی سیاستمداران، صاحبکاران، میدیا، حتی گروه تروریستی نیز در درون این بازی هستند، این چنین ناراحت نمی شوند. با گرفتن نام قلیج دهن تمامی درها به تو بسته می شود. چه خیلی که در قرارگاهی پلیس شد همان خیلی. گوش کنید، شما را نیز میفهمم و معلوم است که از شما چیزی دشوار را خواهش میکنم. اگر اکای خالد را میشناختید برای مبارزه بردن ارزنده بودنش را میفهمیدید. از گلویش یک لقمه حرام نگذشته است، اما حالا بیستری شدن نه گپ میزند و نه راه گشته میتواند. مگر نتیجه شهروندی با ناموس و پرشرف بودن همین است؟ حق استی دخترم، حق استی. در قفای این کار کسی که نباشد از این کار دست نمیکشند. و تو وعده میدیم که خلیج دهن و پسرش را جزا خواهم داد. من خودم پرونده هر دو را نظارت می. اگر ایرلیت خان این منظره را بیند با شما میفکرد. عصبی نشو کلیج، این برای هر دویتان شرطنامه عادلانه است. کوتاه کنیم. موضوع معلوم است. این دوستی را برای خاطری دوام دادنی جنگ خونینی درونی ترکیه برپا میکنیم. جنگ باید دوام یابد که ما قوامون را از دست ندیم. خلق باید افسران را تاج سر دانند. قوه را بغیر از آنها در دیگر کس نبینند. باید ترسند. این چنین ما چه خیلی که خواهیم همان خیلی رفتار کنیم. همین خیلی کسی را که خواهیم دشمن کنیم، کسی را که خواهیم نیست کنیم. نه تنها شما جناب قلیج، ما هم هستیم. بازا حق است و به او دائما کمک میکنیم. اگر بازا نباشد جنگ گفتنی گپ هم نیست. اگر جنگ نباشد قوه ارتش هم نیست. و اگر تو از ارتش قوه گیری. فهمیدم. من هم نیست میشم. باید چیکار کنم؟ جناب قلیج، در ارتش دشمن ها داری. این چنین از آنها کار را شروع میکنیم. برای نیست کردن مانعه های در پیش بوده دستگیری تو مهم است. از قفایتان نیز نماند. این بسیار مهم است. و مانند مافیا میشوی. هم پولها را به دست میاری و هم قهرمان خلق شده کارت را دوام میدی. در بین ما بوده ها چی میشه؟ آن صلحجوها آنها چی میشه؟ آنها را با دیگر راه حل میکنی. ارتجاع به مانند سراخی بزرگ است که چنان آدمان را به درونش فرو میبرد که به حیرت میافتی. خواطر نشو، این را من خود حل میکنم. همین طور تو قهرمانی خلق میشوی و خلق دائما در بری قهرمانش میشود. روکنون رفته به خلقت قهرمانیت را نشان ده. طریق خونی پسرت چنان سیاست کن که چشمی همه پرده پور شود. این دوستی دور و دراز بر این می نماید. بازا شرط و شرایطش معلوم نباشد هم؟ شرط و شرایط معلوم است جناب قلیج. یکچند شهید می شود، از کوه هم جنازه می براید. همین طور داد و گرفت عملی می شود. جناب قلیج، اگر به روزنامه صاحب شوی بسیار خوب می شود. جنابان چی شد؟ روزنامه امروزه را بخوان، میفهمی.
ҳаргиз ҷонон, ҳаргиз ишқи маро муҳокима накун, чунки ту дар бораи ишқ зарраи ҳам тасаввурот надорӣ. ман агар лозим шавад барои ту ҷонамро медодам, вале ту чӣ кор кардӣ ҷонон? барои ман чӣ кор кардӣ? бигӯ чӣ кор кардӣ? бисёр мехостам ки ба наздат биёям, аммо номумкин аст. барои он ки ба по хеста наметавонам. ба наздам биё ҷонон. پرغضب می شوم که هنگامی به وصل تو رسیدن مرا پروندند. اما از یک طرف خرسند شدم که مرا پروندم. کاری خوبی شد. اگر برای من خواطر شدنت را نمی دیدم، در سرم دائما شبهه می ماند. فکر می کردم که با من مجبوری عائله دار شده ای. اما من بعد باور می کنم که مرا دوست می داری. التماس غمگین نشو. برای تو مهم بودنم را دانم. هزارها تیر زنان هم اهمیت ندارد. میخواهم که شخصی مرا پرونده را پیدا کرده تشکر گویم. نفهمیده ما را به هم دیگر نزدیک کرد. من باید با بیرون برایم. تو چی کار کردی ایاز؟ چی کار کردی؟ ذره فکری مرا نکردی. من از درون این کار چی خیل میبرایم. خدایا به من یاری ده. تو خود به من صبر ده. خسته نباشید. مرحمت. با امر کلیج دهن آمدیم. معلوماتی بالیستیکی تیار است؟ البته تیار است. انا حاضر. تمام معلومات ها در حجت هستند. در مدتی کوتاه چنین حجت را تیار کردن موفقیت است. این را به رفیقانی که از شما پیشتر آمده بودند گفتم. این را به جناب کلیج دسترس نمایید. رفیقانی که از ما پیشتر آمدند برای چی به اینجا آمدند؟ برای معلومات بالستیکی. این چیست؟ این دیگر نسخه حجت است. رفیقانتان مقایسه می‌کردند. نمایندگان نشست مطبوعاتی آمدند. دقت! جناب قلیج، آیدی آن حادثه جناب قلیج، آیدی پراندنی پسرتان چی میگوید؟ رفیقان همه با جایهای خود گذارید. براحت بشینید. امروز من می توانستم که در نزد شما همچون پدری که پسرش با تیر خاین گرفتار شده است برآمد کنم. در نزد شهروندانمان گریه کرده حسیاتشان را سوء استعمال کرده می توانستم. اما من امروز اولا همچون افسر و نه تنها پدری پسری سوش دهن که تیر خورده است، بلکه پدری هزارها شهید شده برآمدم. اولا همه بدانند که من کلیج دهن برای این کشور سرم را گذاشتم. از شرق تا جنوب و غرب جنگ کردم تا آخران چکره خونم جنگیدم. اگر آن خائن ها فکر کنند که از یک تیر میترسم خطا میکنند. کلیج دهن از راهش نمیگردد، میمیرد اما بر نمیگردد. از اینجا به آن خائن ها خبر میدهم این را هرگز فراموش نکنند. برای این وطن
تیر خوردم و تیر پراندم. جانی که خدا داده است به غیر او کسی آن جان را نخواهد گرفت. 3-4 احمق باشد هیچگاه نمیتواند. اگر یگان روز تیر دلم را سوراخ کند و خونم بریزد، آن وقت با کلمه شهادت به این خاک شریف میافتم. من، پسرم و عائله‌ام برای همه چیز آماده ایم. کلیج دهن برای این کشور نه یک فرزند بلکه 1000 فرزند میدهد. سیلا از آن ژیتین بودنش را بر وقت فهمیدند. میدانی که این حجت تنها یک پرتو است، با یگان چیز فایده ندارد. معلومات بر وقت با کلیج دسترس شده است. با غیر از کشتن کلیج دیگر چاره ندارم. نه، سفسطه نخون. باز راهی دیگر دارد. با ژیتم رفته ایزی انگشتم را نیز کرده میتوانیم. شاید معلومات به دست کلیج نآمده باشد. باز یک شانس دیگر داریم. تو خودت تا امید تمام نشود یگان چیز به آخر نمیرسد نمیگفتی؟ تو چیزی که خواهی بگو، اما من به این باور میکنم. تا حال امید است میگویی؟ تا آدمی که زنده هستی دائما امید هست. خیر، من با ژیتم رفتم معلوماتی بالیستیکی رو نیست میکنم. تو به بیمارخانه رو. شاید معلومات با کلیج دسترس نشده باشد. برای یگان کار کردن کوشش کن. اگر دیر مونی به خانه رفته پنهان شو. خوب شده است. پناهت به خدا. تو هم این چنین. برآمدتون خوب بود. پگاه در روزنامه ها موضوع روزمره شما میشوید. درست است. بر روزنامه نگاری خودمان هم گپمان را میگذرانید. الو ماهر، بفرمایید جناب. با آن وظیفه برای چی آمدی؟ تو را کی با آن وظیفه مان؟ نمیدانی؟ مگر تو آن مقاله ها را نخوانده پخش میکنی؟ این نویسنده ها را سرزنش نمیکنی؟ نفهمیدم جناب. چی را نفهمیدی؟ نفهمیده است جناب. چی به همتون علاهده زنگ زده یک به یک فهمانم؟ گوش کن، صادق شینسوی در مقاله‌اش چی نوشته است؟ گفته است که کلیج دهن نمایش میکند. من نگفتم که این شخص رانه. چرا تا حال در آنجا فعالیت میکند؟ فهمیدم جناب. منظور چیز میکنم. چه خیلی چیز میکنی؟ نمیشود. مقاله پخش شده است. اینقدر کارم زیاد است. باز خبر را نظارت میکنانی. ببخشید جناب. دیگر تکرار نمیشود جناب. زود حل میکنم. خیر، سلامت باشید. ظفر، معلوماتی بالیستیکی ما چی شد؟ باید تیار شده باشد. دسترس می شود. دسترس شود. کسی که پرانده باشد جیگرش را با دستان خودم میکنم. آیاس. اپا، چی گپ است؟ کسی به من چیزی نمیگوید ها؟ کلیج آمد. حاضر آمد. ناممکن است. اپا، از برای خدا به من چیزی گویید. چی گپ است نمیفهمم. آخر اکرم در کجاست؟ ای سواش پسرم، میدونی که چقدر خرسند شدم. اما وقتی که تو رو پراندند من و طریق سخت ترسیدیم و غمگین شدیم. از یک طرف من گریه کردم، از طرف دیگر طریق گریه کرد. از یک طرف من گریه کردم، از طرف دیگر طریق گریه کرد. بله، یک مادرم گریه کرد، یک من. یک مادرم گریه کرد، یک من. از گریه چشمانم قریب که کور میشد. سواش سواش، بین با دستان خودم برای تو سرما کردم. بگیر بخور پسرم، با تو شفا شود. ده شیر بچه‌ام غذا را دوست می‌دارم. بخور. کلیج چیکار میکنی؟ آخر دکتر گفت که یگان چیز نخورد. کدام دکتر اسرا؟ به این هم پسرم گرسنه نشده است. پسرم طریق، تو چیکار میکنی؟ نه خود آدم آورده خودش رو خورد. چیکار کنم مادر؟ طاقت کرده نتوانستم. خانمی پیک، از اون نرنجید. آخر به پدرش ماننده است. مردی که نادیده باشد فرزندش هم نادیده میشود. همین خیلی نیست؟
مردی که قهرمان باشد پسرش هم قهرمان می شود. یک تای دیگر گیر پسرم. шояд бештар аз ҳамин одам маълумотро гирифта бошад. номаш наҷот аст. яъне бисёр дер кардем аяз. агар акаат маълумотро нест карда натавонад маҳв мешавем. исто ман ҳам меоям. не ту ба хона раву пинҳон шав. каме ба гапи акам гӯш де апа. خیر متاسفانه خبرها بد است. شبهه کرده امر دادم که با سلاح‌های انبار یک مقایسه کنم. این چی گفتنی که ظفر؟ یعنی پسرم را یکی از آدمانی من پرونده است. همین خیل می نماید. آن سلاح به من شناس نبود و به این باوری داشتم. به من خائنی کردن. این شخص را پیدا کرده، خار و زار کرده، نکشم مرا کلیک دهن نگویند. элегант продакшн маркази хизматрасонӣ буда дорои дастгоҳу таҷҳизоти муосири сабткунанда аст. агар шумо маросими шодиву нишаст доред ки мехоҳед то дер хотирмон бошад, пас элегант продакшн барои шумо имкони васеи хизматрасониҳоро фароҳам меорад. мо бо истифода аз технологияи нави ҳозиразамон бо формати HD 4K дар хизмати шумоем. ҳамчунин сабти клипу консертҳо низ дар сатҳи баланд анҷом медиҳад. элегант продакшн шарики бо эътимоди шумо дар тамоми маросимҳост. یا خدا قوتم ده. تو در اینجا چی کار میکنی؟ به خانه رو نگفتم. دادر گپی اکاش رو گوش میکند. اکا عذر میخواهم. میدونی که من برای تو همه کار رو میکنم، ولی زینهار نگو که مرا تنها گذار. بعد این قدر سال به زور تو را یافتم. به من نگو که مرا تنها گذار. تو کی کلان شدی؟ کی کلان شدی؟ مثل ما به کسان زود کلان میشوند اکا. تو به صاحب نیستی. من هستم. آکات هست. مرا فهمیدی؟ فهمیدی؟ فهمیدم. شیر بچه، اکنون مرا ناراحت نکن. رو. اکا نمیروم. هرچی گویی هم نمیروم. در کودکیت هم همین خیلی یک رو بودی. مایلش تو در ماشین انتظار شو. اگر یکون چیز شود با من خبر میدی. اکا فهمیدی؟ اکا فهمیدی؟ اکا مایلز رو گفتم. مایلش
ака эҳтиёт шав. جناب پستر پسرم خواب است. عذر میخواهم جناب. میخواهم بگویم که امر دادهتان را عملی کردم. در حجره همه شما را انتظار است. فهمیدم. این طب که باشد شکار خائن سر می شود. میروید پدر. کسی که این کار را با تو کرده باشد جزا داده می آید. کی بودنش رو فهمیدید؟ یعنی شخصیتش رو معلوم کردید؟ آخر خواطر شدم. برای زنها مراغ ظاهر کردن خوب نیست که. میخواهم بدانم که کی توی مرا برباد داد پدر. پسرم خواطر نشو. کسی که کرده باشد به زیر پایت میآرد. رفیقان همه سلاحش را دهد. جناب قلیچ شما را در حجرهش انتظار است. هی به کجا می روی؟ به نوبت گذر. به کجا؟ به حجره می روم. کمی پس می آیم. تمام حجره ها محکم است. خیلی که میدانی امروز کار قطع شده است. گوش کن. تو کی بودنت رو فراموش کردی؟ میکشم تو را. پدرتان باشد هم نشناسید گفت. همه را در درون جمع میکند. نغمه نکرده به قطار داخل شد. سلاحت را ده. در کیسه چی است؟ کلید است. گذر. زودتر باشه که زودتر. ایاز دادرم شربشاه این رو ببین. این چیست؟ اکا؟
аз дари қафо даро. ошонаи дуюм ҳуҷраи 108 онҷоро оташ зан. ба худо амонат бемон додарам. ҳама омода бошанд. дар байни мо хоин аст, каме пас аён хоҳад шуд. ту дар инҷо чӣ кор мекунӣ? ба хона рав нагуфтам? ҳамеша бошем ва баробар бошем. агар сӯхтанӣ бошем ҳамроҳ сӯзем. набояд танҳо бимирӣ. духтар, ту магар девона ҳастӣ? девона ҳастӣ? زود باش. ҳоло мефаҳмем ки ӯ кист. аяз дар дохили бино аст. ҳуҷҷатҳоро месӯзонад. زودتر. زودتر زودتر کشاده شو، زود باش. زودتر زودتر، زود باش. توانستم.
با دقت گوش کنید. شکار خائن سر شد. Şafak söktü yine sunam uyanmaz, hasret çeken gönül derde dayanmaz. Çağırırım sunam, sesim duyulmaz. Uyan sunam uyan, derin uykuda. با 0023 و 0024 زنگ زنید. کد موسیقی را گرفته تگمه دعوت رو پخش نمایید. با صبری شوم با صبری شوم بشی تو باران باران بنت شلبية عيون العزية بحبك من قلبي يا قلبي انتي زي موجي خانده هايتو دلم هميشه خورم است زي موجي خان عند سر و صدا به هیچ مدعا به رنج و به دعا گفتم تو را عشق من در دلی تو جا دارد مهی پر نورم از تو من دورم از تو من دورم آه چی مجبورم آن کبوترم که غم شکسته حال و پر مرا در عزیزی دوری من یاری مسافر دلم همراهی تو گشتم و ها همسایه؟ چرا ماشینت رو در گرجت نمیمونی؟ اینجا پر است. چیکار کنم؟ алишер бо маслиҳати ҳамсояаш молҳои дар гараж будаашро баъди 2 рӯз дар сомонаи erg.tj фурӯхт. erg.tj, сомонае ки даст ба кор аст.